خوبی خوشگلم مهیا عشقم همه تو میخوام یکم بشین با بچه ها حرف بزنیم. بی صندلی تو بذار اینجا. نه میخوام یه چیزی بگم. میری اونجا یادت بیافته برمیگرده. کامنت‌ها رو میخونم بعد نمیتونم جواب بدم، هرس میخورم. میگن چرا نیستی امروز؟ بچه‌ها امروز یه خورده نیاز داشتم از لحاظ ذهنی و اینا یه خورده ولی من آوردمش ببینید. نه یا اصلا سمت اینستاگرام نمیرم، فقط رفتم یه چند لباس خوشگل براتون سفارش دادم براتون بپوشم عکس بگیرم. من آوردمت ولی تو همین دیگه اصلا سمت گوشیم نرفتم. امروز واقعا نیاز داشتم. ببخشید دیگه بهتون اطلاع ندادم. تازه نصف روز یادم افتاد بعد اطلاع میدادم که بچه‌ها من فردا نمیخوام باشن نگران نباشید. یکم نگران باشن. به قرآن انقدر که به فالوورام متعهدم، اگه به دوست پسرم متعهد بودم من الان بچه داشتم. نه به دوست پسرم متعهد هستم. ولی مهیا عشقم منم خیلی دلم براتون تنگ شده، خیلی دوستتون دارم همتونو. همتون رو دوست داره ولی باید داره. عشقم یه 5 دقیقه با بچه‌ها فیلتر نداریم؟ من دارم تو نداری. تو همینجوری خوشگلی قربونت برم، نیاز به فیلتر نداره. من فیلتر ندارم؟ نه ببین چقدر خوشگلی ولی تکی بود جو. نه اصلا فیلتر تو چی؟ آره. ببین کی اومد تو لایمم. سلام عشقم. کیه؟ خاک دوست دارم. کیه؟ چیزی برو خدا نگهدار عزیزم. چی؟ به نگار بگو به سامیا تبریم بگه پسر این خانم. چی؟ والا نفهمیدم چی نگه. بچه هم درخواست میکنن یکم هم ترکی حرف بزن. Nasıl gittin bu sevgi ترکی خودم. seni kalbim sildi tamamen. حسیت میشه موهای من بلنده؟ عشقم بر من تبریه بر تو مصنوعیه. مهم اینه وقتی میریم بیرون کسی که نمیشناسنمون میبینن میگن دخترها چقدر موهاشون قشنگه. الان افشاگری میکنم این موهاش مصنوعیه. اصلا میدونن بهشون گفتم اکسنشن کود نریختم پاش موهای زیبا قربونت برم من. نگار چند کیلویی؟ 46. اینو خیلی از من میپرسیم بچه. من 39 کیلو هم 40 کیلو هم. نه نگار با ولا دیگه ولدگوگه ولا گود بای پارتی ترانه رو مواد نمیذاری. وای اونو ادیت نزدم هنوز. خوب شد گفتم ادیتش نزدم بچه ها هنوز. من خیلی زمانی که خیلی بد خندیدی سر فیلم شاهین و الناس باشه دیگه در حد تو و اون مادرانه. مرسی عزیزم ولی من اون لحظه فکر میکردم که کار خوبی کردم، چون شما هیچ کدوم تو اون ویلا نبودین. اون فشارهایی که رو من بود و نمیتونین هیچ جوره درک کنین. به نگار بگو امشب میگم شاهین در موردش چی گفت. در مورد من؟ در مورد این نگار. این نگار یا اون نگار؟ اون زیاد حرف میزنه ولش کن. لابد قضیه چیزی میگه که من آسی شدم گفتم اگه همچین اتفاقی بیفته منم فلان میکنم. که زنگ زده بود به یارو گفت فلان میکنم. دیدی یارو گفته 300-400 میلیون مهندسی به من بده کاره. قرض داده به تو؟ آخه من میگم یه قرض داده به تو. یه قرض داده به تو یعنی مثلا آخه کسی که من اگه بخوام یه چیز میخوام بگم. من یه چیز منطقی. آخه اون کلا 300-400 میلیون پول داشت اون برنامه چیکار. نه اصلا کاری به برنامه نداره ولی کسی که 300-400 میلیون من الان میخوام به تو قرض بدم باید حداقلش سرمایه زندگیم 2-3 میلیارد باشه که 300-400 میلیون هیچی نباشه برام. حتی نه عزیزم این فکر کنم تو نیویورک آمریکا جای زندگی میکنه 4 ماه اجاره رو 300-400 میلیون حساب چیکار کردی؟ کود ریختن باش بلند. بریز ببینم به من میاد. نه تو موقعی قشنگه. اون که مصنوعی باشه اینجوری. خاله دلوین به مامان دلوین برگرده به بابای دلوین ممیل یوخ من گویم رم.
آره من بعضی سکانس‌ها رو میبینم منشن میکنن هنوزم اسم من تو ویلا. آره عشقم تو اونقدر خفن بودی میترسم تو عشق ابدی 2 هم اسم من باشه. فیلترم رفت. نجاتت دادم. رفت؟ وای خدایی رفت. خوب خوشگلی به قرآن همین. نه دیگه. مامان نگاه قیفه چقدر مظلومه. چی شد لایومون؟ مامو نگار با مهندسه زندگی میکنی؟ نه مهندسه با من زندگی میکنه نه من با مهندسه زندگی میکنم. ولی همیشه با هم. ولی با هم. مشکلت با امیر حسین چیه؟ من مشکلی با امیر حسین ندارم. من با سیاوش با امیر حسین مشکلی ندارم ولی خب رابطه ای هم نداریم. خانواده فدات چه عشقم. دیگه با کی مشکل ندارم. اصلا موهات خیلی میریزا. اصلا دیگه موهات که بلند باشه همینجوری میشه دیگه. تولد پسرش میشه تبریک بگیم بهش. سامیار جون تولدت مبارک. سامیار دوستت داریم. سامیار دوستت داریم. سامیار دوستت داریم. سامیار چند سالشه؟ فرا نگن لوندی کردی برای سامیار. آره میگن که اشوه بلدی مثل نگار تو عشقم. مهندس همیشه تراکتوریه. فعلا امیر جون پرسپولیس استقلال به یاد مارال. نگار چقدر بدون آرش قشنگی. بله بچم همه جوره خوشگله. مهندس چرا این همه ترانه رو پولی میگه برو برتن نگار بشنه. برو ببینم لایو من. عشقم بیا بشین. نه من اینجا اینجوری بشین. نه اینجوری نه اینجوری رفت. ترانه خوشگلم خوش اومدی. دوست داری بیای بالا 2 دقیقه با هم دیگه تو قرآن میخوایم بریم. عشقم بذار الان که تو لایو ببینم میاد بالا. عشقم میری منو میای بالا یکم حرف بزنیم. چرا اونجا روزه اینجا ساعت 7 صبح به قول میلاد کجا میگفت زندگی میکنیم؟ جزایر هاوایی. آره هاوایی. به خاطر همون اینجا رو نه ما دست ورزش نکنی کات. آره دوست دارم ترانه جون. میای بالا یه ریکوست بده بهش. ریپورت عشقم نمیتونم الهی ننه. مامانم الان حرفمونو با هم بیرون میکنه. آره. خونه. خب بچه من حرفامو زدم. چرا موام اینجوریه؟ همش تقصیر چند اردیبهشتی؟ 19 اردیبهشت. چرا؟ چون موهای من خوشگل شده؟ نه ایزم چون موها تلسیدی موهام بلند شده خوشگل. باش بابا. قوام بیا. آی علی لایو هم شد توت فرنگی. آقا بیا ما هم یه چیزی انتخاب کنیم برای بچه‌هام. من بچه‌هام میگم بچه‌ها ولی باید یه گلابی، یه جوجه زردی، یه توت فرنگی قشنگه رو اون برداشته. با پیج تبلیغاتم میتونم بیام پیام بده بیارمت بالا با همون. یه 2 دقیقه بیا بالا حرف بزنیم تا خاله منو نکشته. زود بیا بالا. من میرم میخوام. کجا بریم مثلا؟ چقدر گرم. خیلی گرمه. یا قرآن. سلام من به تو. چون فیلتر افتاد رو. چون فیلتر خوشگله. مرسی قربونت برم. یک تولد منو تبریک بگه. تولدت مبارک. بچه ترانه پیام بده با پیجش بیارمش بالا. سلام به روی ماهت، به چشمون سیاهت. نگار فامیلیت با من سته. با کی سته؟ با اون دختر. فامیلیمون سته. بابا این فیلتر وقتی میپره خودم خیلی زشت میبینم. ببرش برای خودت. بگیرش. من عاشقتم عشقم. خب شبیه روحم ولی طوری من الان فیلتر دارم. چقدر تولد داریم. تولد تو هم مبارک عشقم.
من دیروز برای اولین بار توی تیک تاک لایو گذاشتم. بچه از این بعد لایوامو میرین تیک تاک. رکسانا سلام عزیزم. اوه هلا رکسانا، خوش اومدی قربونت برم. قرباني عزيزكم بس من الناس اللي برنامج جوانگیلا بو ها نتیزه میگه من از برنامه جوانگیله تو رو میشناسم، این پروگرام دیگه که شرکت کردم تو کردستان. خانواده امروز کم شدی فکر کنم تو رو میگش. آره من امروز گفتم به خود خواستم فاصله بگیرم همه چی، امروز آف دادم به خودم. نگار نمیای دوبه خط شده دیگه. نه قصد داشتم بیام ولی کنسل شد. شادو دارم نگات میکنم پدر من اینجام دارم میبینمت. نگار تو طرفدار کدوم تیمی؟ من اصلا تیمیم نیستم که. بگو تراکتور. آفر همین. از بچگی چون شوهر خالم خیلی فوتبال نگاه میکرد، بابام خیلی اخبار نگاه میکرد، هیچ وقت نمیذاشتم من کودکان ببینم. به خاطر همین از اخبار و فوتبال بدم میاد. سلام الهه جون خوش اومدی. مثل نگار گیان قربان جا و جکالو بده ناز دکانم بیرونم. چی گفت؟ پیجم نمیبینی محدث عشقم. یه بار دیگه پیام میدی با اون پیجت قربونت برم. پیام میدونم اینه؟ آره؟ نه اون نبود، اونم نبود. نه محدث جانم خوشگلم. بخوا اینجا رو باید چک کنی دیگه. بذار یه دقیقه. اون فیک بود فکر کنم. فیک آره فیک خودشه. من فهمیدم. ریکوستا کجا میره؟ یه دقیقه ایناست فکر کنم. چیه پیجش؟ باید اد باشه دیگه. اد ترانه. اینجا سرچ کن ترانه. مثل پتومت افتادیم قوشی نمیشه آقا. پیدا نمیشه ترانه. قربونت برم یه پیج تو یه بار دیگه پیام بده خوشگلم. اینه. نه اون نیست جانم. مدرسه بریم تو رو خدا. بچه تبریز اومدم و با یه قره ریز اومدم، سن حیران اومدم و دنبال جیران اومدم. نگار امیر نگفت با منه یا نه؟ امیر رفت. امیره. از کجا بدونیم نگار کو ترانه؟ تکنولوژی ترانه با پیجت بنویس ترانه. الان نویسن ترانه. نه میگه امیر گفت با همین نگاره با منه. من بی دوشواری پریدم پشت. برم دوش بگیرم بریم. کجا بریم؟ اخونه گوشیمو برم درست کنم. الان همه جا بسته میشه. میگم تا فردا میریم زورلو اونا درست میکنیم. آی تا زورلو من میبرمت. خیلی راحت تا زورلو. ترانم ببین امروز نریم بیرون. چرا بریم ولی وقتمون اونجور جا نذاریم. 5 دقیقه تیک 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 بیته نایزم بیته میتی اخته خیلی کار داره.
یه ایمیل دیگه. آیکلود تو میخواد اوکی کنه. نه آیکلود جدا میخوام بسازم، اون بیشتر طول میکشه. خب از کجا بدونیم ترانه کدوم آخه؟ میرم مامانمو میندازم به جونت. عشقم مامان چرا با اونا اوکی شدم؟ خب بچه ها طبیعتا من تازه وارد برنامه شدم، نمیدونم شخصیت بچه ها چه جوریه اون موقع، به خاطر اون با همه اوکی بودم. ترانه نمیتون. مرسی عزیزم، تو میتونی به من بگی درو. بریم چرا همش بریم؟ من دیگه ذوق دارم، ذوقمو کور نکن. الان میگیرم میخوابم تا فردا صبح. ها منم گذاشتم تو بخواب. خب منم گذاشتم الان لایو بریم. سلام بچه ها، خوش اومدید. ببین دستم آسیب داره، نمیتونم خود بدم، نکن عشقم، به خدا بزیمون. همین میشه دیدی؟ خدا بزی کن دیگه. بچه ها خیلی دوستتون دارم، مرسی. خدا رو شکر، مواظب خودتون باشین.